دوستان عزیز اسلام علیکم. امروز 25 مای سال 2026 می باشد. قرار داریم در نزد درخت گلوسی نوع لاپینس. من تخمینا یک هفته پیش به شما نوار نشان داده بودم. یک تقاریر چیندگی بودیم لگنده و امروز ما اومدیم و دیگرگون شده است. حالا من یک کیلو بوری چیندیم و شما نشان دادم لاپینس چی دمود شده است. کالیبرش کلان شده است. خیلی کلان شده است. ببینید قریب 30 شده است. 28-29 هست و نهایت یلقاستی جلوه میدهد و گلوسی سخت است. نگهداریش بسیار خوب است. در بازار من نرخش رو نمیگویم، نرخش رو بازارشینا میگویم. یک تاش رو کشوده میبینیم. آبش رو انا آبش ریخت دیدید. سخت است و سیر آب است. دونه داخلش میده است. نهایت میده است دونهش. خودش گوشتی با مزه است. دوستان عزیز، لاپینس در بازار اگر هم خبرورید یک از گلاس های بازار خرترین می باشد. اینو ببینید. میخوام نرخش رو گویم چون که من دیدم نرخ این رو لیکن نمیگویم با جنجال میکنم. دهقانان عزیز، کدام باغ کردنی است اگر از این گلاس کند بهترین گلاس است. این ببینید که دیرتر میپزد. من این روز چندم 25 مای پخته رسیده است. نهایت بسیار میبندد. از تگش خالی شد و بالاش بسیار دارد نشان میدیم. اوچه بچه قریب که نمیشود. این همینجا دیدید. من همینجا 2 کیلو باشد اگر در دونش یک تا اوچه بچه است. اوچه بچه قریب که نمیشود. شما اگر از من درخواست کنید من حتما از این لاپینس به شما تیار کردن یا حالش رو میدیم برای باغ کردن. باغ گلاس نهایت درآمد خوب دارد. باغ گلاس درآمد خوب دارد دوستان عزیز، چون که گلاس در تاجیکستان کم است. در خود ازبکستان حاضر کیلو گلاس 50-60 سومونی در خود ازبکستان. 2500 روبل روسی در روسیه 2 کیلو کده میبرند. 2500. باغ گلاس کنید اگر برای تجارت بهترین تجارت، یک از بهترین تجارت در جای مساعد در دامنکوها کنید، در وادی حصار کنید، در گرم و در دیگر جا در منطقه گرم گلاس پیشپزه کنید و پول است. دوستان عزیز، این بود گلاس لاپینس. با چی بگم به شما، درختش امسال نیست، دیگر درخت داریم از این زورش داریم. تمام شد و شام فروختیم و باز میبیاریم. از این لاپینس میبیاریم، از دیگر درخت های بهترین در ماه دکبر گلاس های بهترین رو میبیاریم. همون بالا رو یک زوم کرده بیارو نزدیک آورده نشون دهیم. همدارید عزیز، در پناه خدا باشید. با کسی معقول باشد یک لایک ماند. اگر که شما باغ گلاس کردنی باشید مرحمت مراجعت کنید. ما به شما کمک میکنیم، مصلحت ها میدیم، نیال ها دسترس میکنیم، نیال های کفالتی پرورش کرده میدهیم. دوستان عزیز، انم خیلی گلاس ها بسیار شود بعد ارزان میشد که خدا میداند ارزان شده است، چون که هر سال هزار تولد شده است و دست آدم ها کلان شده خوراک خور شده است. در پناه خدا باشد. خدا نگهدار شما باشد.